هر لحظه ای که آمریکا اعلام بکنه به قانون برگشته، اعلام کنه به مقررات سازمان ملل برگشته، بگه من برگشتم به تعهدات خودم در برجام و برگردن به 5+1، ما همون لحظه آماده. تو به خاطر اینکه مبادا با امپراتوری هان درگیر بشی دستوراتشون رو یکی یکی انجام میدی تا اینکه اونا همه چیزمون رو ازمون بگیرن. اون وقت میخوای چی کار کنی وقتی که دیگه هیچ چیز برات نمونده تا بتونی بهشون هدیه کنی؟ اون وقت اگه اونا ازت بخوان که بویو رو بهشون بدی این کارو میکنی؟ یا اگه اونا زندگی تو بخوان بهشون میدی؟ چقدر احمقی که فکر میکنی با ضعف و ترس میتونی چیزی به دست بیاری.